با عرض سلام خدمت شما دوستان عزیز، امیرعلی هستم. اینایی که توی جعبه و وسایلی که میبینید اکثرا دور ریزند که توی مکانیکی ها من اونا رو جمع کردم آوردم اینجا، هر سری باهاشون یه چیزایی میسازم. امیدوارم شما هم لذت ببرید. خب حرفم اینه که انسان ها نیز میتوانند قابل تغییر باشند. شک نکنید. بریم با هم ببینیم از اینا چی ساخته میشه.